مرحوم برادر ما عبیدالله رو که از این دنیا عمر زیاده ندی 32 33 عین شکوفایی عمرش خداوند قضاش کتی الان بالای تابوت خواب است و به سوی خدای خود روان است. انا لله و انا الیه راجعون. ما همه از آن خدا هستیم و بازگشتمان به سوی خداست. جوانای عزیز ببین عبیدالله دادر ما 30 سال زایدتر عمر داشته است. عمری که هر کدام ما این عمر اکثر وقت در غفلت میگذرانیم. عمری که در این سن و سال هیچ کدام ما یاد مرگ نداریم. اما ببینیم مرگ چگونه این آرزوهای ما را برباد میدهد و ما را میبرد. عبیدالله 3 سال پیشتر از آن که این مفاجعه بالاش بیاد به یادش نمیرسید که روزه از پا میموند و بعد از اون چند وقت پس تابوت سوار به قبرستان میره. به یادش نبود، لیکن قضای الهی کار خودش میکنه. بنابر جوانای عزیز به جوانیتان فرفته نشوید. تن صحت ها با تن صحتیتان مغرور نشوید. مرگ از خود دور ندانه، زیرا که او برای مرگ ساعت معین، بیماری معین، وقت معین نیست. اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون. من برای خاطر عبیدالله رو پدرش رحمت الله که با آب دیده جسدی به جان فرزندش تماشا داره. آره این مصیبت وزنین است. هر کدام ما پدر هستیم میدانیم فرزند چی شیرین است. به خاطر تسلی دل او سخن پیغمبر بزرگوار که از خداوند مهربان نقل میکنه حدیث قدسی است میخوانم، شاید تسلی دل شود، شاید برای دل مجروح مادرش یک مرهم شود. پروردگار در حدیث قدسی میفرمایند ما جزاء عبدی اذا اخذت سفیه من اهل الدنیا فصبر الا الجنه. رواه البخاری. پاداش بنده ام که من از او فرزند دوست داشته گیرم. برای رحمت الله از عبیدالله دیده محبوبتر و دوست داشته تر دیگر چیزی نبود. او تیار بود همه ثروت و بایگری ستید و جان فرزندش خرد، اما نتانست. وقتی که این فرزند دوست داشته گیرم در قضای من صبر کند و شکر گوید انا لله و انا الیه راجعون گوید. پروردگار میگه پاداش این پدر و مادری مصیبت زده، مکافات این برادر و خواهری جگرخون شده در پیشگاه من جنت است. خداوند از این مکافات بای رحمت الله رو به باقی مانده فرزنداش همسرش نصیب کنه. خداوند این دادر که این دادر ما رو عبیدالله رو خاندانش و پسر چاش عمری دراز کرد. وقتی که من پدرها رو به خود می سپارم جنازشان میخوانم پیش اون کودکای خرسالی اونها میبیاد. جنازه مولا رستم خواندم. وقتی که بعد از تابوت بزرگان به خانهش رفتن تو دختره که خرسال یکی 5 ساله یکی 3 ساله پیش من آمد گفتن دخترای مرحوم مولا رستمه. خیلی دلم گنده شد. خوب با بیگاهی ها پدرها خانه میرن، پسرچه و دخترچه هاشان دویده میبیاین در آغوش پدر خوشانه میپرتاین. اکلاد میگذرانیم. عمری که در این سن و سال هیچ کدام ما یاد مرگ نداریم. اما ببینیم مرگ چگونه این آرزوهای ما را برباد میدهد و ما را میبرد. عبیدالله 3 سال پیشتر از آن که این مفاجعه بالاش بیاد به یادش نمیرسید که روزه از پا میموند و بعد از اون چند وقت پس تابوت سوار به قبرستان میره. به یادش نبود، لیکن قضای الهی کار خودش میکنه. بنابر جوانای عزیز به جوانیتان فرفته نشوید. تن صحت ها با تن صحتیتان مغرور نشوید. مرگ از خود دور ندانه، زیرا که او برای مرگ ساعت معین، بیماری معین، وقت معین نیست. اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون. من برای خاطر عبیدالله رو پدرش رحمت الله که با آب دیده جسدی به جان فرزندش تماشا داره. آره این مصیبت وزنین است.
هر کدام ما پدر هستیم میدانیم فرزند چه شیرین است. به خاطر تسلی دل او سخن پیغمبر بزرگوار که از خداوند مهربان نقل میکنه، حدیث قدسی است، میخوانم شاید تسلی دل شود، شاید برای دل مجروح مادرش یک مرهم شود. پروردگار در حدیث قدسی میفرمایند ما جزاء عبدی اذا اخذت سفیه من اهل الدنیا فصبر الا الجنه، رواه البخاری. پاداش بنده ام که من از او فرزند دوست داشته گیرم. برای رحمت الله از عبیدالله دیده محبوبتر و دوست داشته تر دیگر چیزی نبود. او تیار بود همه ثروت و بایگری ستید و جان فرزندش خرد، اما نتانست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بعد سلام، خدا شما را نگه دارد. داملای عزیز، آیا داملا اگر نکاح را در غیر روز چهارشنبه کنی درست است یا نه؟ یعنی نکاح چگونه که ما و شما امروزها نکاح میکنیم، فرزندای خدا در روز چهارشنبه نکاح میکنیم، لیکن این امر نیست. در اسلام از خداوند و پیغمبر چنین امر نه آمده است که شما فرزندان خدا یا خودتان در روز چهارشنبه نکاح کنین. این گونه امر در کتاب نه آمده است. اگرچند بعضی روایت ها هست که فاطمه را در روز چهارشنبه نکاح کردند و دیگر، لیکن اینها دلیل نمیشوند که در روز چهارشنبه باید که نکاح صورت گیرد. بلکه من چی گفتنی هستم؟ من به خدا قسم، از خدا چیزی پیش نیست، قسمی به خدا این کفارت دارد. من میخواهم که روز چهارشنبه نکاح نباشد، بلکه همان روزی که شما معرکه دارین، همان روز معرکه، در روز معرکه نکاح شما صورت گیرد. زیرا که در روز نکاح هر کدام شما در خانه نکاح گذرانیدین، یک معرکه دیگر مثل توی است. در یک خانه اگر 20 نفر 30 نفر جوانها جمع شوند، در یک خانه دیگر تا 30 دختر دیگر 40 دختر دیگر جمع می شود. حساب کنید 70 تا 80 نفر آدم در یک معرکه شب نکاح حضور دارند. چند قدر خراجات است. باید که ما و شما امروز مبارزه با ضد همین اسراف هایی که معنی ندارن و اسلام به این رخصت نداده است، باید که مبارزه بریم. من میدانم که پدرها میخواهم، برادرها میخواهند، لیکن شاید که مادرها و دخترها نخواهند، یا شاید عکس این باشد. باید یک جایه شوند و باید مبارزه با این خراجات های بی معنی کنند. خداوند در قرآن میگوید و آت ذی القربى حقه والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین و کان الشیطان لربه کفورا. این سوره اسراء است. خداوند در این آیت میگوید که شما ای بندگان خدا اسراف نکنید، زیرا که خداوند اسراف دوست نمی‌دارد و کسی که اسرافکار است و برادر شیطان است و شیطان در نزد خدا کافر است. اینا در ما و شما باید که دیگر کار کنیم که شرط نیست که مردم میگد، همسایه میگد، از ملامت اینها دیگر ترسیدن در کار نیست. شب نکاح چند قدر خراجات زیاد. پیش از نکاح فاتحه هست. امروزها حتی که مثل که در زنها 10 خیل 12 خیل خوراک میپزند، امروز در مردها علاقه توسعه رسیده است. بعضی نکاحایی که میرویم اشتراک میکنیم تا 3 نمود خوراک در یک شب در دوام 1 ساعت پیش ما میارند. آیا این اسراف نیست؟ دوست می‌دارم که همون روزی که خانه شما با همین کلابی تازه خود ما میگیم اوسقال وقتی که میآید، کیلینگیر وقتی که میآید، همان دختردار باید چیکار کند؟ دختردار باید قبول کند. بهترین صورتش با او صحبت کند،
از بس که پیغمبر خدا گفتن النکاح رق فلینظر احدکم این یضع کریمته. نکاح به منزله هست که گویا که این زن غلام مرد می شود. از این خاطر شما نظر کنین که آیا دختر را در کی می دهین. پیغمبر گفتن یعنی برای آنه که ما فهمیم که بچه این اوسقال چگونه بچه است، آیا بچه نمازخوان است، آیا بچه بی ترتیب است، آیا بچه با ترتیب است.